کلمه را دقت بتید. دو بار سه بار تکرارا میگن گوش کنید، دقت داده گوش کنید برادران. او تماثله و تشابهه، او تماثله و تشابهه، أو تماثيلها وتشابهما، أو تماثيلها وتشابهما، أو تماثلها وتشابهها، أو تماثلها وتشابهها، تماثلها أو تشابهها، تماثلها أو تشابهها، أو تماثله وتشابهه، أو تماثله وتشابهه. خب این بود خواندن چند جمله. ببینید بنده محمد شریف عبدالعلیم خوندم که او تماثله و تشابهه، این خواندن بنده محمد شریف عبدالعلیم بود، چطوره که شما میبینید. و بعد از بنده دویم صوتی ابو تکفیری رو گذاشتم، او تماثلها و تشابهما. ببینید این طور خواند. وقتی که غلط و خطا بودن این کلمه رو حتی تماثل گفته، ما از اینها پرسیدیم که آیا یگان فعل و باب هست، اینها صریح جواب نمیتن اما اشاره میکنن که این طور باب نیست. ابو تکفیری کو حتی نه غلط خونی قرآنش رو به کلمه میگیرد، نه غلط خونی عباره ها رو به کلمه میگیرد، نه خیانتاش به کلمه میگیرد، نه دروغگوییاش، هیچ چیزش رو ابو تکفیری خودش به کلمه نمیگیرد. اما محامیش آمد، سفید کنندش، ادوکاتش آمد گفت که بله تماثل گفتنی باب کلمه در زبان عربی وجود ندارد. لیکن این ادوکات به جای ابو تکفیری دفاع کند آمد یک بار عباره را غلط تر کرد، گفت که او تماثلها. ببین سیم خط را ببینید، او تماثلها و تشابهها، این طور خوندش. وقتی که این ادوکات همچنین بابای مولا را محترم ادوکات را جوابش را دادیم که تماثلها و تشابهها غلط است، باز گرفتن تغییر دادن که تماثلها او تشابهها. این را همچنین غلط بودنش را پیشنهاد کردیم براشون دادیم، اما تا به حال که جواب از جانب اینها نشنیدیم، نمیدونیم که جواب باز پیدا کرده میتونن یا باز در همین غلطشون سکوت را یا اصرار میکنند در این غلطشون. خلاصه در این سه تایی که سرخ ماندگی است در آخرش غلط، اینها را یک تای بالایش را ابو تکفیری خواند و دو تای سرخای پایان را اون ادوکاتش خواند. ببینید برادران، ادوکات اومد به جای او تماثیلی ها گفتگی ابو تکفیری را به جای اصلاح کردن گرفت برعکس، تماثل ها گفته یک فعل دیگر را آورد، یا تماثل ها گفته باز دیگر کار را کرد. تغییرات رو ببینید، تغییرات رو دیده استودید نه؟ در بالای تلفناتون اکراناتون دیده استودید چطور تغییرات زیاد در این وارد کردگی هستند. اما در آخران خطی که همچین آخران صدایی که شما شنیدید این از اون عرب بود، از اون طالب علم که از اون اهل علم عرب بود که این عباره را میخوند که او تماثله و تشابهه. این عباره به این طریق خواندن درست و سالم و قابل قبول هست که عربو همین طور میخونن و عالم ها همین طور میخونن و اهل علم و عربی دان همین طور میخونند. اما اون سه تا که در بین میبینید این خواندن ابو تکفیری با ادوکاتش میباشد. غلط و خطایش رو دقت چی قدر غلط و خطا است. پس تا آخر این ثبت رو گوش اندازید و دقت بتید که چه صحبت ها می رود. لا ایمان لمن يعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من حکم الله و رسوله، او تماثلها و تشابهها او تركها وحل محل الاحکام الوضعية وأنظمة البشرية، وإن كان معتقدا أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. خب این بود عباره خانه این بابای مولا. ببینید اینجا چی خواند؟ اینجا خواند که تماثلها و تشابهها. این اولین عباره خانی اش بود. اما داف دویم چی طور خواند؟ بیا داف دویمش را یک بار دیگر گوش بکنیم. تماثلها. خب شنیدید برادران؟ میگه اینجا تماثلها و تشابهها است. او داف فعل ماضی گرفت، این داف مصدر گرفت. فرق از بین فعل ماضی و مصدر. انا اکنون برادرانم بیایید یکی از عرب ها را گوش میکنیم. اصلا من نمیخواستم عرب ها را صدایشون رو بمونم برای شما گوش کردن، لیکن برادرها خواهش کردن که صدای یکی از عالم های عرب، یکی از طالب علمان عرب رو بمون تا اینکه این مردم قانع شوند که در حقیقت همینجا عباره ها چی طور است. پس بیایید برادران، پیش از اون که این عباره ها را میخواند من برای شما میگویم که برادرانم اون عرب این عباره هایی که در اینجا دیده ایستن این را نمیخواند.
چرا؟ زیرا که در اینجا کلمه ترکه ها تغییر داده شده است. اون عرب انا همین کلمه ها را میخواند. ببینید، دیدید انا همین را میخواند. انا همین جا را شما حاضر دقت بتید، فقط همینجا را دقت بتید، نگاه کنید که چه خیلی میخواند. بیا عرب را گوش کنیم. پس بیا عرب بخوان جرا کو گوشت کنیم که چی میخونی. ولا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله أو تماثله وتشابهه أو أجاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية والأنظمة البشرية وإن كان معتقدا بأن أحكام الله خير وأكمل وأعدل. خب برادرانم شنیدید؟ اکنون این عرب رو شنیدید چی خواند؟ تماثله و تشابهه. چطوره که من میخوانم؟ پس شنیدید؟ بیاید دو بار سه بار تکرارن عرب میگد و این بابای ملا میگد کلمه را دقت بتید. دو بار سه بار تکرارن میگن گوش کنید، دقت داده گوش کنید برادران. تماثلها او تشابهها قسم بذات الله ابراطور خطا خودگی أو تماثله وتشابهه تماثلها او تشابهها قسم بذات الله ابراطور خطا خودگی أو تماثله وتشابهه. اکنون دیدید؟ پس بابای ملا قسمات گجا شد که من خطا خواندم. عباره های خواندگی من را قطعی این عرب دیدی که یگان فرقیت نمی کند. پس باز نگوید که من این عرب را گفتم که بیا ای عرب تو بخوان برای تاجیکای ما گوش کنن. نه برادرانم، بیایید میبینیم که این ضبط چسله چند پرتافتگی هستند. بیایید ببینید اینجا چی است؟ اینجا چسله است. دیده چسله را؟ ببین 22 ینوری سال 2012 سال این ضبط پرتافتگی هستند. 8 ساله پیش ضبط این ضبط من نو زکس کردگی نیستم که با موافق خواستی من بخواند. این با موافق طلبات زبان عربی خواندگی است برادران. دیدید اکنون فهمیدید؟ پس ببینید این بابای ملای بیچاره اصلا لایق و سزاوار این کار دخالت کردن نبود.